گزارش رادیوی آزادی درباره مجسمه دوی مادر در شهر کولوب جنجال بزرگی را برانگیخته است که علنگش اینه که یک هفته باز هیچ فروکش نمیکنند. برای این گزارشی که به گفته مسئولان آزادی در پراگ تهیه شده است، به ویژه خبرنگار این نشریه در کولوب محمود جان رحمتزاده تحت فشار سخت قرار گرفته است. چندین ژورنالیست و کاربران شبکه‌های اجتماعی از آزادی طلب کردند که این مقوله‌اش را بردارند و شهردار کولوب بختیار نظرزاده برای اون که زن در این مجسمه تصویر شده را به مادر او مانندی کردند عذر بپرسند. ولی مسئولان رادیوی آزادی میگویند که همه فکت‌هایشان از پیش سنجیده شده است و نه مقوله را میگیرند و نه از کسی برای اون عذر میپرسند. ماجرا از روز 23 اکتبر سال 2022 آغاز میگیرد. آن روز پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان ضمن سفر کاریش به جنوب کشور در شهر کولوب از مجسمه دوی مادر پرده برداری کرد. این الکه دومین پیکره با چنین نام است. هنگام کشودن مجسمه اول دوی مادر که در سان فرودگاه خوجند گذاشته شده است، امامعلی رحمان حشکم ریخت. ولی هرچند در این مورد یگان شرح رسمی تا حال ندادند، برخی رسانه‌ها نوشتند که سیمای زن در مجسمه انیکو شده به میرنبی مادر پرزیدنت شباهت زیاد دارد. اما رادیوی آزادی روز 3 نوامبر در مطلب با نام پیکره مادر در تاجیکستان به مادر که مانند باشد با تکیه به منبعش در مقامات محلی نوشت که سیمای قهرمان مجسمه دوی مادر در کولوب به مادر پرزیدنت مانند نبود و از این رو برای جمهوری تاجیکستان پسند نآمده است. هرچند پیکره در پیروی به مجسمه همنام در خوجند ساخته شد، شبیه مادر پرزیدنت نبوده است. هنگام روینمایی پیکره در خوجند امامعلی رحمان اشک ریخته بود. در کولوب این منظره دیده نشد. گفته است این منبع آزادی. نشریه نوشت که هیکل دوی مادر در کولوب به سبب به پرزیدنت پسند نآمدنش شاید بازسازی هم شود. همین طور بنا به گزارش بعضی از شاهدان مراسم به شرط فاش نشدن نام به رادیو آزادی گفتند پرزیدنت مجسمه را در کولوب چندان خوش نپذیرفت و حتی اشاره کرده است که به مادرش مانند نیست. ولی یک جمله گزارش آزادی که بحث تند رو به بار آورد این بود که منابع نزدیک به مقامات محلی به رادیو آزادی گفتند پیکره شبیه مادر بختیار نظرزاده شهردار کولوب بوده است. مادر او سال گذشته فوتید. کوشش‌ها برای تماس با نظرزاده روز 3 نوامبر به نتیجه بود. تا شرح مسئله رو از او بپرسیم. روز بعد نشر این گزارش اینترنت یک باره ترکید و چندین ژورنالیست و کاربران شبکه‌های اجتماعی اساساً زادگان شهر منطقه کولوب به تنقید رادیو آزادی پرداخته به مادر رئیس کولوب شباهت دادن این هیکل را تشبیه نوجو نامیدند. سردبیر SSSR سیاف میزروب از همه دعوت کرد تا عکس‌های مادرانشون را گذارند و جمله را با چنین مضمون بنویسند که پیکره دوی مادر در کولوب مانند مادر من است. در لابلای بحث‌ها دیگر باره دعوت بستن رادیوی آزادی در تاجیکستان بلند شد ولی هم‌آوازی چندانی پیدا نکرد. آتش بحث‌ها چنان بلند شد که خبرنگار آزادی در پراگ مومن احمدی 2 دفعه در صفحه‌اش در فیسبوک به این بحث‌ها همراه شد و با تصدیق مؤلفی خود این معرکه به ضد آزادی برا افتاده را تشکیل شده نامید. او نوشت مؤلف این گزارش من هستم. برخی ادعا کردند که گویا خبرنگار آزادی از شهردار پول پرسیده است و پس از جواب رد این را نشر نموده است. فکت‌ها هم گویا وجود داشته است. خیلی خوب می شود که همان فکت‌ها اینجا گذاشته شوند و مردم بینند که من در کجا و از کی پول پرسیدم. من نه به نظرزاده غرض دارم، نه دوست هستم نه دشمنم. تنها کار خبرنگاریم را انجام دادم و از یک تقلید بیهنرانه گفتم. وقتی بس باز هم فرو ننشست بلکه حتی علنگه بیشتر گرفت، مومن احمدی در مطلب نوی نوشت که مشکل در این مسئله نه بهای آزادی بلکه در این است که پیکره به پرزیدنت پسند نآمده است. در مقاله‌ای که آزادی نشر کرد خیلی روشن گفته شده است که برای جمهوری تاجیکستان پسند نآمده است. بعدا آن شبیه مادر هر کسی است یا نه به مادر من و مادر پرزیدنت مانندی ندارد. روز 7 نوامبر به بعض به قول معروف توپخانه‌های وزنین امرو شدند. احمد ابراهیم سردبیر پیک یگانه نشریه مستقل در شهر و منطقه کولوب در یک نامه کشود به مدیر بخش تاجیکی رادیوی آزادی سلیم ایوبزاد گزارش رادیوی آزادی را فرمایشی نامید و نوشت در اصل قهرمان پیکر دوی مادر هیچ شباهت به مادر مرحوم شهردار کولوب بختیار نظرزاده ندارد. او از رادیوی آزادی خواست که مقوله‌اش را از سامانه خود بردارند و این ماجرا را از این دختر نکنند. احمد ابراهیم بدون بردن نام اشاره کرد که سخن در مورد پیدا کردن یک روی مصالحه و پیشگیری از کشودن پرونده
به ضد خبرنگار آزادی میرود. حالا یگانه حالت است که به حمایه شاگردم برخواسته نمیتوانم، چون که دلیل ها علیه ما اند. نجات این ژورنالیست در دست شما است. گزارش را از سامانه گیرید و از شهردار برای نشر عکس مادر ارجمندش و ناراحت کردن روح او بخشش بخواهید. این امکان میدهد که ما هم به نزد شهردار رفته برای شاگردمان بخشش بپرسیم و خواهش کنیم که از دعوایش گردد. و اما سلیم ایوبزاد، مدیر بخش تاجیکی رادیوی آزادی، روز 8 نوامبر در یک پاسخ مفصل در فیسبوک نوشت که جای برای عذر خواستن یا سبب برای پاک کردن این مقاله از سامانه آزادی نمی‌بیند. با تمام احترام به شارحان عزیز می‌رسانم که دعوت به عذرخواهی اساس ندارد، چون فکت‌های مقاله پیش از نشر سنجیده شدند. و باز میگویم سخن نه از مادر است، بلکه از هیکل‌سازی و واکنش به آن. به گفته یکی از همکارانم، اگر فردی به مادرش هیکل گذاشته است، آفرینش باد، قهرمان است. بگذار به کسی سیمای مادرش خوش نآمده است یا نه مهم نیست. ولی اینجا همچنین مسئله بودجه و مکان جمعیتی نیز در میان است. یعنی منظور مطلب مادر نبودن نیست، بلکه چیزهای تماما دیگر که تنها انگشت‌شمار دوستان به این توجه کردند. نوشته سلیم ایوبزاد.